دیلی پر دردی منه، بیا رخ بر رخانی زردی منه، بیا دیل بر دیلی پر دردی منه، بیا رخ بر رخانی زردی منه. توی خورشید وز تو گرم عالم، توی خورشید وز تو گرم عالم، یک کتابیش در راهی سردی منه، یک کتابیش در راهی سردی منه. هر شرطی که بینی من مطیعم، ولیکن شرطی من در خوردی منه. و هر شرطی که بینی من مطیعم، ولیکن شرطی من در خوردی منه. از این گرد کزان دریا براری، از آن گرد کزان دریا براری، بیار آن گرد را برگردی منه، بیار آن گرد را برگردی منه. و هر باده نمی گردد سرم است، به پیشم باده خو کردی منه. و هر باده نمی گردد سرم است، به پیشم باده خو کردی منه. خموش ای ناطقی بسیار گویم، خموش ای ناطقی بسیار گویم، سخن را پیش شاهی فردی منه، سخن را پیش شاهی فردی منه. بیا دیل بر دیلی پر دردی منه، بیا دیل بر دیلی پر دردی منه، بیا رخ بر رخانی زردی منه، بیا رخ بر رخانی زردی منه، بیا رخ بر رخانی زردی منه. آفرین، سلامت باشین. درود دوستان نهایت عزتمند ما و همه آن نفرانی که تازه با شبکه سفینه پیوست هستید. شام زیبای وطن با یک و یک شما بخیر و شادی باشد. این برنامه فضا است عزیزان، مهمان خاندان شما و ما نیز در برنامه‌مون این شام مهمان داریم از فیلارمونیای شهرستان به نام هنرمند محبوب دلها تاج‌الدین محی‌الدینوف، استاد عادل جان غنیف که من شما را خوش آمدید میگویم. علی دسته هنری رو نیز خوش آمدید میگویم با تلویزیونی سفینه صفا آوردید. استاد عادل جان، امکان دارد که شما با اون نفرانی که از اون سوی دوربین ما را تماشا دارند سلام و پیام برسانید. تشکر زیاد. راستش بنده بسیار یک بهترین خرسند شدم یکم از درآمدگاه از قبولی از مهمان نوازی شبکه تلویزیون سفینه و از این تالار آباد و زیبا خیلی خرسند شدیم با اهل هنر و سرفراز هستیم که در چنین یک محیط آباد و زیبا گوییم که تکلیف شدیم هم حرکت میکنیم که برای مخلصان ما، برای بیننده ها ما یکم غزل های شیرین گوارا باشد که طبیعی شنونده ها را شاد بگردانیم. بسیار خوب است، سلامت باشین. تشکر. ما نیز خیلی خوشحال هستیم که شما با برنامه فضای تلویزیونی سفینه اومدید. به اطراف فعالیت صحبت میکنیم که در فیلارمونیای شهر حصار باعث چی کار میکنید؟ بند چی کار هستید؟ کاراتان چطور است؟ سالیان زیاد می شود که در شعبه فرهنگی شهر حصار
کار و فعالیت دارم و امروزها به هر ایدو ایامی که در کشور ما می شود با همکاران ما با رهبریت ما مشغولیت ها می گذارانیم. یادبودی هنرمندی شناخته جمهوری همون تاجدین محیدین قید کردن. خیلی مهمان ها از شهر دوشنبه هم بودن و گمان میکنم که اون کسایی که دیده باشن بسیار یک محفل زیبا هم بود. تمام هنرمندای پیشینه گویم انسامبل گلشن، عمر ضیا، بهادر نعمت، همین کسانی که بودن با همراهی استاد تاجدین محیدین سر و کار داشتن، همه اونها دعوتی بودن و بسیار هم یک محفلی خوب و گوارا گذشت. بسیار خوب. شما که برادر یکی از هنرمندان محبوب کشور استاد شادروان، هنرمند خلقی تاجیکستان کامل جان غنیوف هستید و مکتب هنری ایشان را پیش میبرید و یا اینکه؟ نه اینکه او کس برای من یک استاد و او کس پدری در حقیقت پدرم بودند که را هم تگ قنات میکردن و اون چیزی که بنده میسرایم این همش زحمت های همین استادی که برای ما همیشه زنده یاد هستند و با مصلحت همون کس تا حاضر که هستیم کار و فعالیت میکنیم و هر اون چیزی که ما بنده روی صحنه میبیاریم این دستاوردهای شادروان برادرم هستند. ما پهلو به پهلو تا اون روزی که در حیات فعالیت میکردن ما با هم بودیم و از نصیحت های همون کس و تا اونی که هستیم در خدمت ملت و مردم ما میبشیم. خب چی مصلحت ها میدادن، چی نصیحت ها میکردن که در ردای سند چگونه باشد میگفتند؟ سخنی از همه بالای بهترین فقط برای ما پیشنهاد میکردن که آنا برادر جانی من شاگرد و مقصد شما پیش از اونی که یکون سرود انتخاب میکنید با اون دست همین مردم میرسید حرکت کنید که او مضمونی بلند داشته باشد. بگذار از شاعرای معاصر ما باشن یا از شاعرای کلاسیک ما باشن، وقتی او غزل صمیمی سراییدن و او را با سمی به شنونده رسانیدن این هنرمند اصیل فقط میتواند که اونا رساندت گوش راست کرده تواند. برای این خیلی مشکلات دارد. این حالا من باور میکنم که با اون مرتبه هایی که استاد میخواستند ما با اوجا نزدیک نیستیم. طلبی استاد بیاد بسیار بود برای ما. بله. ببینید و همیشه آگاه میکردن که حرکت بکنید که حرکت شما برای چی؟ اول همون سخن رو در خودتون حذف کنید. مضمون همون سخن از حرفم رفته. وقتی مضمون سخن سامع بشد به خود شما میتونید که با آسانی دسترس کنید، شنوا کنید به مردم. بله. ببینید همین هنرمندانی به مثلا استاد کامل جان غنیوف و مثل استاد شادروان ادنه هاشموف و مثل استاد شادروان ظفر نازیموف من هنرمندانی بودند که واقعا هرگز سرودهای سبک نمی‌سراییدند. بله. و ببینید که برادر شادروان شما هم تلقین میکرد از شاگردان رو که سرودهای بلند مضمون بسرایند. یعنی که نامیشون تا ابد در ورد زبان اهل هنر و شنونده ها ماندنش هم از این سبب است که ایشون همیشه به دل مردم نزدیک سرودهای تربیت کننده و واقعا از ایجاد کلاسیکان و شاعران معاصر ایجاد میکردن، البته روی کار می آوردن، آهنگ میبستن، میسراییدن و این به شاگردان هم اینگونه تلقین میکردن. بله. اکنون شما بینید که در یک باغ کلان یک نمودی درخت گویم، یک نمودی درخت که میوه دارد فقط از یک نمود باشد خیلی باید معنی میکند. اگر درخت های بسیار باشد و حاصلی هر خیلی میتوان، مثال انگور دیگر، مثلا سیب دیگر، انار دیگر. برای همین هر یک هنرمند وقتی که به یک چیز داده می شود شخصا برای ما همین چیزا هم عادت شدگی و نمیتونیم شاید این قالب دورتر رفته. ما البته برای همین سودای غم انگیز خواندن یا که گویم که چیزایی که پند نصیحت دارد همون چیز برای ما بیشتر معقول تر. با هنرمندای هستن شاید من جوان ها هستن که با یک رنگ دیگر استیلی میگیم، استیلی دیگر که میخوان. همین ها من گمان میکنم که در زندگی ما همه روزه در کار است. شما درست قید کردید که وقتی که ما از خوردی استاد ظفر نازیم، آدینه هاشم یا که من همین هنرمندایی که بودن و هستن ما از اینها بهره میگرفتیم و خیلی که آرزو میکردیم، میگفتیم که شاید ما همین یگان وقت میشد باشد که با هم همین طور در نزد مردم
یگان غزل بخونیم مردم خیلی در توی معرکه ما می‌دیدیم بسیار با وجد می‌آمدیم که چقدر مردم سامی بودند یا که تشنه همین پند و نصیحت بسیار گوش می‌کردند و همه انسان‌ها موسیقی رو در معرکه ما بچه‌هاش بودیم در معرکه اشتراک می‌کردیم و از لذت می‌بردیم از خواندن این هنرمندا. سرود نخستینه که سراییدید این سرود از استاد مولانا جلال الدین بلخی است. بله. این رو چگونه آهنگ بندی کردید؟ کی به شما کمک کرد؟ خب آیا طرز سراییدن در همین آهنگ برای شما پسند بود که انتخاب کردید؟ این با دوحتن رو سیگابابی قد دور نشده است. اگر خطا نکنم یک هفته شد. همه ورق زدم همین 2 مصری بالا اول در قلبم جا گرفت و خیال کردم که همین مولانا شخصا برای ما سراییده باشد. وقتی در انتخاب غزل من گفتم که ما دور نمیرویم، ما فقط اول گرد اطرافمون خودمون ببینیم که همون غزل گویا که برای ما نوشته شده باشه. خیلی ممکن مثل ما بسیار آدم‌ها هستن که چیز تیز درک میکنن. همه بیا دل بر دلی پردردی من نه، بیا رخ بر رخانی زردی من نه. وقتی همین 2 مصرع ما معقول شد آهنگش خودش به خودش این در همون سبک شادروان اکای محمد سعید همون سبک خودش همین طلب میکند که همین خیلی باید خوانده شود. شاید با دیگر هنرمند دیده میتونه به شکل دیگر بخواند، لیکن برای من این شکل والاتر اومد، معقولتر اومد. بسیار مصرع‌های والا در حقیقت در اینجا دیده میشد و نخستین بار در برنامه فضا به طور زنده برای بیننده های ما سراییدید. این یکمین مراتب برای بیننده ها بود. آفرینتون بود. این موفقیت ما و شما از بیننده های عزیز که هر هنرمندی که دعوت می شود تلاش میکنند 2 یا 3 سرودشان نو تولید باشد و این توفه است دیگر برای ما و شما که همچون شنونده همچون بیننده البته نخست شدن میشنویم میبینیم و از اون راحت میبرداریم و آفرین میگویم به هنرمندانی که همین گونه اند. خب یک گلم سپاس. سرود دومتون چی نام دارد؟ این سرود دوم مالکی است. این غزل از دیوان خواجه حافظ است. برادرم کامل جان سالای 68 همین سالا همین سروده می سراییدن و در رادیو صدا میداد و این مخلصای خودش داشت. این غزل این غزل‌های هیچ وقت کهنه نمیشوند. ما خواستیم که همین روز یک بار دیگر همینا یادآوری کنیم و بازخوانی کنیم و بسیار خوب گذشته ها ما را یاد کنیم، شاد گردونیم. شاید خب آهنگ ایشان است؟ آهنگ سبک خودی ایشان. بسیار خوب. پس بیننده های عزیز ما فرصت داریم در همین شام زیبا که هم صحبت کنیم، هم ترانه بشنویم و هم سری دسترخوان پیاله چای برداریم و شکرانه از آبادی و آزادی این سرزمین اجدادی کنیم. ترانه دوم رو یک جای میشنویم. خواهش میکنم. چندان که گفتم غم با طبیبان، چندان که گفتم غم با طبیبان، درمان نکردن مسکین غریبان، درمان نکردن جانکم مسکین غریبان. آن گل کی هر دم در دستی باد است، آن گل کی هر دم در دستی باد است، گوشر باد از عندلیبان، گوشر باشد جانکم از عندلیبان. یا رب
یارب امانده تا بازو بینم یارب امانده تا بازو بینده چشمی محیبان روی حبیبان چشمی محیبان روی حبیبان حافظ نگشتی شیدای گتی حافظ نگشتی شیدای گتی گرم شنیدی پندی ادیبان گرم شنیدی جانکم پندی ادیبان چندان کی گفتم غم با طبیبان چندان کی گفتم غم با طبیبان درمان نکردن مسکین غریبان درمان نکردن جانکم مسکین غریبان درمان نکردن جانکم مسکین غریبان درمان نکردن جانکم مسکین غریبان سلامت باشید. تشکر زیاد برای پیشنهاد سرود و امیدواریم که بیننده های عزیز ما از این شعر بلند مضمون حضرت حافظ بزرگوار برای خود غذای معنوی برداشتند و همین گونه است عزیزان. صحفه گردان کردن کتاب بزرگان، قرائت کردن شعر شاعران عزیزمان این دیگر به ذهنیت ما البته راه ظفر را می‌گشاید. خب سپاسی به اندازه. محبت با هنر به صنعت از کجا منشأ گرفت؟ همین سیمفونی پنجم 4 5 منم ششم سیمفونی می‌خواندیم. بسیار هنرمندای ورزیده جمهوری ما در خاندان ما با شرافت استاد ما برادرم کامل جان بسیار مهمان می‌شدن. خودی همین حسین نصرالدین گوییم استاد می حسابیدن که کامل جان اون کسا تاجدین محیدین حتی آدین هاشمی یک مرتبه مهمان شده هستن استاد ظفر ناظم هم مهمان شده. ما خردک حق بودیم بسیار حواس از درو از تیریزه ها همون تماشا کرده حواس می بردیم از همون خوردی هم استاد شاید که ذوق داشتند و من بسیار دوست می داشتند بعد هر جو قطشان گرفتم می بردن از دستم گرفتم معرکه می رفتم می شیدم از اون آقای یک چیم می آموختم برای خودم و او کس هیچ وقت اجازه نمیدادن که با یگان سرودای دیگر گویم. من حتی در جوانی هم سرودای شوخم میخواندم و مرا اجازه نمیدادن قریب میگفتن که برای شما ولی بر وقت این سرودای خواندن شما چیزی که من همون میرم از قفای من قدم میمونه زیادتیش روسیگه برای ما ممنوع بود. بله بله چون دیگر اکنون هنرمنده که واقعا از معنی با درک هست و البته که نمیگذارد اون برادرش هست دیگر یا اینکه شاگردش هست نمیگذارد که اون
البته یک نفر تربیت یابد که پگاه از اون مردم ناراضگی کنن یا اینکه از شنیدن سرودهایش تمسخر کنن نشان را. یعنی چون دیگر هر کجا که البته شما می روید مردم میشناسند، میگم برادری کامل جان غنی و فسانی، یک هنرمند سرشناس کشور. سازهای موسیقی رو از کی آموختید؟ سازهای موسیقی رو هم از استاد، حتی در صنف‌های مکتبی اول برای ما یک رباب کردن و بعدا در مکتب کروژوکی و صنعتکارو معلم سرود داشتیم، معلم قاسم از ما در دیگه رفتم مکتب میخوندیم. بعد ما نگاه میکردیم که ما استاد کجا دستشون برام کجا کدام اسباب کجاش میج قلم سیمای کجاش میج که صدا میبره اونو میآموختیم و با خانه آمده همون چیز تکرار میکردیم. بله. و آهسته آهسته همین اگر به فکر محبت باشد همین کار بعد خود به خود همون انگشتانتون خودش میره. نخستین سرودی که روی صحنه خوانده بودید به یادتون هست؟ اگر شما جوانی ما فکر کنید سالهای مکتبی، بله. زمانی که نوکک روی صحنه ها برآمده ایستاده بودید. اکنون همه هنرمندا میگن که همه از درون مردم معرکه‌های موسیقی دنیا بعد کم حافظای ورزیده که میرفتن دههای ما با اونجا همون روی شما کمتر نوبت میرسید؟ نه نوبت ما میبردن همونجا میگفتن که همین کودک یک نوبت خونت گفته بسیار هنرمنده وای میکنه بعد اجازه میدادن بود همین خیلی محفلی که هنرمندای ورزیده بودن ما کودک هم گفتن که عکس رود خونه یک بعد همون خیلی آهسته ما همین چیز بعد ذوق دوچندان میشد. اگر همون هنرمندایی که مثال بگیم اصیل بودن و سری موصله نمیکردن و نمیگفتن که حالی کودک از وینی هم وقت ممکن با کار دوام نمیدادیم. الان شوق و هوس ما که در همین کار بود در کدام دهه‌ای که یا معرکه میشد ما همونجا کلان سالا ما گفتم اونجا میبردن. بعد استاد کامل جان و من برادر عزیزی ما اکای عادل جان از عضویت خانواده کسی دیگر به این راه دشوار قدم موندن و یا نه؟ نه راستیگه دیگر کسی نخواست هنرمند یک برادر دیگه ما هستن علیم جان نام دارن. حالا او کس خیلی پیشتر میخواندن و حاضر کسبشون که دیگر هست شاید که بین محفلایی که خانوادگی شود خانوادگی میشد بعد ما خواهش میکنیم میگیم که خیلی شما اوسم حیدری هست میگیم که یک تا میگن من چند سال دیگه اسباب داده دستم نگرفتم این کارو کرده ایستادن میشه هر گاگو برای خانواده ها برای یار دوستشون میسرایند. خب یک گلم سپاس برای صحبت و فرصت شنیدن ترانه سوم آمده است. این ترانه گمانم از استاد کمال خوجندی است. بله. بسیار خوب. آماده هستید بسرایید؟ آماده ان شاء الله. ما و بینندگان نیز آماده ایم که بشنویم. ترکی شوخ این همه ناز و ایتاب چیست؟ ای ترکی شوخ این همه ناز و ایتاب چیست؟ با دل شکستگان ستمی به حساب چیست؟ با دل شکستگان ستمی به حساب چیست؟ تو آهستران سمن آهستران سمن آهستران سمن دارم تظلم به تو آهستران سمن آهستران سمن آهستران سمن ای سنگ دل برغمی ملکین شتاب چیست؟ ای سنگ دل برغمی ملکین شتاب چیست؟
شب بخوابی تو آیم ولی چی سود آیم ولی چی سود آیم ولی چی سود گفتی شب بخوابی تو آیم ولی چی سود آیم ولی چی سود آیم ولی چی سود چون من به عمری خیش ندانم که خواب چیست چون من به عمری خیش ندانم که خواب چیست جامی چیلاف میزنی از پاک دامنی از پاک دامنی از پاک دامنی جامی چیلاف میزنی از پاک دامنی از پاک دامنی از پاک دامنی در خرقه تو این همه داغی شراب چیست در خرقه تو این همه داغی شراب چیست ای ترک شوخ این همه ناز و عتاب چیست با دل شکستگان ستمی به حساب چیست با دل شکستگان ستمی به حساب چیست عادل جان سپاس برای سرودی که با قلم شاعری واقعا شیرین کلام استاد کمال خوجندی و با یک آهنگ زیبا و سهم بیننده و شنونده برنامه فضا رسانیدید. خیلی عالی بود. سپاسی گرام به شما. به اندیشه شما با عزت این همه بزرگی که در وطن است اینقدر آبادی و آزادی و صلح و ثباتی که در وطن است ما نسل جوان اهل هنرمندان چگونه باید برسیم؟ شخصا بنده از هر کرده تمام اهل هنر تمام زیایی ها سری تعظیم به اینقدر بربری ها به اینقدر آبادی و زیباگی ها وصف این خلوتنی گلگل شکفانه نه اینکه یک اهل هنر و تمامی کسانی که کدام ملت هایی که قومی که در تاجیکستان آفتاب رویه ما عمر و سر میبرند باید به قدر این زحمت ها برسیم و شکرگزار باشیم و این قدر یک کشوری آباد و زیبا داریم باور کنید از در آمدنش خودتان به خودتان میخواهید که در اینجا سراییدن درگاه. بله. از مهمان نوازی کارمندان تلویزیون سفینه مینداری خودم رو اظهار میکنم. یک لحظه کم باشد اندکی هم باشد اگر طبی بیننده های خود شاد گردانده باشیم بنده خودمان خوشبخت حس میکنیم. سلامت باشین. تشکر. و همه شما من سپاس میگویم برای اومدنتون. بیننده های عزیز این برنامه فضا است و من با شما بودم طول چند دقیقه در برنامه فضا همچون راوی سید انوری بابا جان و مهمانان ما بودن هنرمندان بخش فرهنگ شهر حصار آوازخوان فیلارمونیای شهر حصار به نام هنرمند محبوب دلها تاجدین محیدینوف استاد عادل جان غنیوف که من بار دیگر شما را خوش آمدید میگم و سپاس به همه شما عزیزان دل. ما رسیدیم به انجام برنامه‌مون. تا نزدیکترین دیدار عزیزان خیر سرود انجامی رو میشنویم. خواهش میکنم. لحظه غافل از تو نگشتم وفا ببین یک لحظه غافل از تو نگشتم وفا ببین یک رحم را تو یاد نکردی جفا ببین یک رحم را تو یاد نکردی جفا ببین
حال به پرزه ننوشتم ادب نگر، آه به نامه ننوشتم حیا ببین، آه به نامه ننوشتم حیا ببین. بر من زی سنگ کوچگیانت ستاره ریخت، بر من زی سنگ کوچگیانت ستاره ریخت، بر بام خود چو ماه برا ماجرا ببین، بر بام خود چو ماه برا ماجرا ببین. بلندی دستی دعا ببین، بالا نگر، بالا نگر، بالا نگر، بلندی دستی دعا ببین. بد کرده ای که چشم به چشمم نیفکنی، بد کرده ای که چشم به چشمم نیفکنی، یا رب تو را کی گفت که توفیق را ببین، یا رب تو را کی گفت که توفیق را ببین. یک لحظه غافل از تو نگشتم وفا ببین، یک رحم را تو یاد نکردی جفا ببین، یک رحم را تو یاد نکردی جفا ببین.